ماشینه همه که شوروی. ماشین هم که شوروی بود چیه؟ ماشینه همه که شوروی. این ماشین ها تا اینه برد دو تا دلار میسازن. بخدا یارو. اینجا بکن öyle nekere kalmıyor mesela yapalım onu ne gana gana sen nohi aynı darda aramı xeyli ama tuxmaki objosh mekuned دو کنه چی خیلی که بود دارد این همه خیلی بود دارد اینکه با اشکان قرات نیت می نسر کردم هی اینجا اولجو از دوستای عزیز ما همینجا اومدیم که یک کاسه همین جرغاتی تاپ تازه کوهستان نوشی جان کنیم. باور دارم دل مردم گم زده میدونه نه؟ دل خودم گم زده تا همین چیزا رو گیدن. هر کس که همین صاحب نام باشد بگذار در زیر کامنتاری نویسد که ما خود را دروغگو حساب نکنیم. السلام علیکم دوستان عزیز تماشابینان محترم ما انا امروز سفر داریم به دهه موغیان شریف در تاجیکستان عزیز در وادی زرافشان در ناحیه پنجکن یک موغیان نام دهه به نهایت زیبا منظر و کوهستانی است ما عزم کردیم که با خواهش برادران دوستان عزیز موغیانی به همین دهه زیبا منظر سفر کرده باشیم امروز همسفر ما هستند پرویز جان اکراموف و ادمنستراتوران کانال وارثان لایق اکای اسد و فرزند عزیزشون سرمد جان هستند امروز ما میخواهیم که از منظره های بهشت‌آسای دیار موغیان نوار کرده باشیم ما مقصد یگانه ما معرفی کردن دیار زیبا منظری شما است من مراجعه میکردم به هر یک ساکن و هر یک شهروند دهه موغیان که کانال ما رو دستگیری کنید کانال ما نونهال است انا همین نوارهایی که شما میبینید پدیلیت کنید و کلاس مونید و لایک مونید و کامنتاری نویسید که تا دیگران دیده و آگاه شده باشند از زیبایی های دیار شما ما رو همچون دوستی قرین خود قبول فرمایید ساکن دهه دشت قوزی هستم از وادی زرافشان هم دیار خودتونم یک کانال شدیم با نام امید ویدیو که نوارهای همین دهه های تاجیکستان رو ثبت کرده و نوار کرده و وارد اینترنت کرده باشند اینجا دوستای عزیز دهه غیزان بود است برادران غیزانی قشلاق خودتون تماشا کنید غیزان دو پلاس یا کپی دیگه خودت است کپی کپی نام ها کپی پیش بده راه همجا بگیم چی راهی با چانم علیش کردی اینو راه اون طرف ما اون طرف هم جای کام درا راه از اینجا جدا میشه دهه فراب موغیان دیده درما راست میرویم به سوی دهه موغیان از جانب دست راست ما دهه فراب قرار دارند برای همین برای همین ما راستی کنیم به سوی دهه موغیان میگذارم به خود نقلدن دوست رفته ترسه زده کنی همین نظر با ایزی اگوشت نیست پروندو نماسی گرسه آنجا بگم یک دست 15 مرسیکل جمع کنن گمکا موقع کنیم چی؟ عزیزان دل ما در دهه موغیان عزم کردیم جانب یک موضع داشتگتون پلشاتکه بوده است استادیوم بگن چی بگن؟ میدان ببخشید میدان بوده است همونجا رفته ایستادیم بعد اینجا با کجا میریم؟ هم پلشاتکه دیا کوهی همونجا یک خدا خود خوش رو کردن نوار میکنیم هم بالا کجا ذکر آمده کن نکنجا میدن اینجا امید دارد شما در جای وسیعی که ذکر آمده کجا میبید آخه سه همون یانتون بگذارم رفت من بعد اینجا با گوجای رستوران گرفتیم بعد میدان گوجا گونکه میمونه داشتی چکه بود از اکو من نمیدونم که یک برادر عزیز ادوری موغیان خپیده گرفتیم خواهیدم میره نخواهیدم گفته درام داشتیم گفتیم اکو وعده کردیم گله که رفته حشر بکنیم درابشون درام میره خدا خواهد روی وعده هاشون اگر در وعده هاشون وفا کنم باید که
мотоцикл вай кунем камтар намоиши мотоцикли гузаронем ёки интизор шавед то бинем чи хели ҷо аст майдон плашадка اینجا با موتورسیکل ماشین باید قیمت بخیل از چی موتورسیکل 10,000 سومونی انا 10,000 ماشین شما قیمت باور کنید انا اینجا ما اینجا мотоцикл خرید نمیتونم دیگه اینا از کجای افته خرید نمیبیام بعد اینا میسازن چه میسونم مسیکل میسازن اسمش هست همه سبیران او اکو همین ماشینی ما یگان نغزی نداره و یک جهتی نغزش همین که کمتر به عقل که هست همین کجای های کنه رفتم میگیرد خیلی فراست و عقل و تمیز و خیلی من اینجا نمیرم اینجا نمیتونم دیگه هم نیست هم بکرم رفتم میگیرد به همین خاطرش ناز تمام یگان جهتی نغزی نداره ماشینه همه که شوروی ماشینم که شوروی بود چی میرم ماشینه همه که شوروی این ماشینو تا اینه برد دو تا دلار میسازن بخدا یه همینجا کدام موزه دلار چی هست نام همینجا چی؟ پلاشتکا دیگه اخبار سنتره چه؟ پلاشتکا سنتره سنتری پلاشتکا رسو باغ راه کرده بودن یکی موقعی اونمان یا همه در کار داده ماشین به استیق استاده یا ما اونده نشه نکن اینا سنگواره گیده شما این آدم مسیکلشونه گیده آدم مسیکل دریاچه موقیان از نشیبی‌های شمال قطارگاه حصار سر شده قطارگاه زرافشان و منطقه‌های وسیع ادیرها را بریده می‌گذرد. از ریزشگاه 22 کیلومتر بالاتر به آن از طرف راست دریای شینگ همراه می‌شود. منبع آب دریا پریخ و برف میباشد. دوره پرآبی دریای موقیان از ماه اپریل تا اکتبر طول می‌کشد. از دریا 5 کانال منبع می‌گیرد که کلانترینش کانال توخسانکوریز میباشد. دهه موقیان از مرکز ناحیه پنجکن تقریبا 50 کیلومتر دورتر میباشد. دهه موقیان در مرکز سویت قشلاق موقیان ناحیه پنجکن ولایت سوغد جایگیر شدگی است. در جماعت دهات موقیان دهه‌های غیزن پایان، غیزن بالا، آب باریک، پشت قرغان، سار، خرمی، میدانچه وارد میشوند. دهه موقیان را دو دریاچه شوخ و بیباک عبور کرده میگذرد که اینها هم باشند دریاچه های آبی باریک و موقیان میباشند که دهه را به نهایت هم زیب میدهند و هم زمین های همین دهه را آبیاری میگردانند. قله دیوشیش در طرف شمال دهه قرار دارد که آن به گفته آدمان خود محل کلمه غلط کرده دوریچ است. این کوه سیمای این دهه بوده. صبح خورشید از پس این کوه برآمده با مردم اینجا روبرو می شود. دهه به نهایت یک آب باد و هوای تازه دارد. به نهایت یک منظره های زیبا و کوهسارهای بلند و برف پوش دارد. موقیان ای موقیان سرچشمه جان و تنم، منبع عشق و صفای و همچراغ محفلم. سربلندند کوههایت ارچه‌هایت سرسبز، نام تو اندر زبان و خون تو اندر دلم. haydi silindiri bırak نه یک سیلیندرش هم هست میگی؟ سفر سازی گه تو بر کوهستان، ببینی جنت در تاجیکستان. جماعت را که نامش موقیان است، دیار خرم از تاجیکان است. پل گرداب باشد مرکزی آن، برودش دائما آب فراوان. فراوان آب و لیکن قطره آن، ببخشاید زمین اجنبی جان. زی دور منغیتان و آن امیران، بمانده پاره دیوار ز قرغان. زی دیوشتیچ دوریچ یک نشان است، که ده و اهل آن را پشتیبان است. زی دوران گذشته این گواه است، هم ایجم عقبه گندم گیاه است. سیماب و نقره و طلا فراوان، زینیت چشمه تا بر کوه سلطان. فرح بخش است دائم نوبهارش، به دل قوت دهد زردالو زارش. اگرچه عقبه راهش انچه دشوار، ولیکن میوه ها دارد شکربار. بیا ای یاری جان بر مهمانی، که از زیباگی ها غافل نمانی.
بوری همرویف هرگه یادت کنم ای دهی زیبا ماغیان پیش چشم آید هزاران پیر و برنا ماغیان یک زمان مسکن گیرم دور از آغوش تو جذب بنمایم همیشه مهری والا ماغیان پشت قرغان دهی مردان فانی از معوای عشق خرمی و سارت بزیب و آب باریک سای عشق دلبرانی غیزنی دل را نموده جای عشق منزل دلدادگان به مثل و همتا ماغیان مردم مهنت پرست و نیک بین آید درود دلبرانی با وفا و نازنینت را درود یاد دهش کرده دلشاد آفرید بر ما سرود وادی شعری تر و بیت و سرودم ماغیان. اینجا ما رو دوماد امکی مصطفی خور یک شخصی که به نهایت ما رو دستگیری کردند و راه نشان دادند برادر نامشان عظمت بودند ما رو همراهی دارند ما میندور هستیم برای که باور کنید هر کس همین کارها رو نمیکند اصلا همین چیزهای عادی میتوابد که هستن من که بسیار دهه ها میرم برای دهه خودشان خوششان نمیاد بسیاری ها همراهی کنند کم هستن آدمایی که وقتی که یک بار مراجعت میکنید آدم رو همراهی میکنند اصلا برای ما یگان خیلی دستگیری لازم نیست همراه باشد یک راه رو نشان دهد یک موضع ها رو موقع ها رو گوید شد همین یک پرابلمی کلانترین مهمترین است در همون سفرهای ما همین کارها رو هر کس نمیکند باور کنید Расчет que me خدا خواهد خیلی برام بگم چی؟ همه شینا Ponta perigo. خوشگلگی Canım oynaya program değil mi? من برادرم کامرای جدید دیدم که اول چشتن. متاسکی این مویسی اون کرده. خدای راهایم راه بود از نکی. یا اگر تیکوی ما پریداگ نمیداشت اینجای نمیبرم نکی. اکتر دست ندارم. اوه نمو خالق رفته. ماشین نمیشه کار. سنگ نکردم مردا گفت سنگ دار کرد. اینجا کاندی گفتگیش هم اینجا بوده. نرمال نکن. نه نرمال. ششا تریکوچا نشدو زده. ببینید آن اینجا بیدیگه. از اینجا بایا. اصلا تو دیکات نه. نه مثلا که موجود نیستم برو. ششا حیوان. نه نرمال میره نکن کرده. زور رومانی؟ من کامرایشی مویا دیدی ماتسیکل. چه؟ ها؟ ماشین دانم برو ده. همینجا در میمونه. تله کرده برای نمیشد نمونجا با. یک همیشه می؟ تله کرده برای تو. تله کردم بری. تله کنه تو نگر. از اون نمیکشیم ده باردو کرد باردو خونه رو میچیزه.
همینجا برای میگه بعد با ورکان چیزی میرد. اوه میگم ها. کار چک تو. باز برای دام کنی شما به شما مسکر هم تکرار دارید نه برای کردیم. بناوات دیل کنیم برای باید می. همونجا رومه جای ضرور دست بخدا. ها؟ یعنی مسکر کیف کنید. آب خاک مگه هم نمی‌کنید. این ماشینمون وزدی خود یا همینجا ابرود دادم کنه که دیگه. تیکوسوس لکسوس نی تیکوسوس شما چه تله میکنید تا اینجا؟ پیاده بزرگ ما سه کس بتونه دم به تله کردم. ها؟ اوه شکر شما فرد. ده حیاتش اگه برو دیگه اینجا منجی میگه اشکمش میزنه دنباس کرده او یا خب یا دمه برو نه این ملویم ده این ملویم یا اینجا بیاد دیگه همینجا کتم برو دیگه بیاد ملویم اینجا ملویم ده حیات بروشتن بتونه اینجا بعد جای هموار باشه میتونه همینجا بیام هم دام دیگه فتر کرده نه برو یا گله که تیل کنیم و کامری و بتی. میگ داره. سرمات گوش کنید دیگه. ها. در آن گیرونگی هم. هم سخت باشن برو هم نری برو ماشین اگه عباس نگاه نکنه امه جان کشه سرمد دور به پیراستا دردازنه دا اینجا سربان می آب بستوسه سربان ها اینجا نه کدام آب بستوس من همین توربچه ها راست دهه موغیان میرد من اولا احسان بگو مردم مهنتکش و زحمتکش موغیان که در همین بلانکو هم دیدید باغ کرده بود درخت زیاد شنوندگی هست موغیانم هر کفی خاکت عبادتگاهی من از کناری بهتر زی تو نبود زیارتگاهی من از کناری بیکرانت قلب من معوا گرفت ابتدا یا به زهر پیراهه شهرراهی من موغیانم دامنت آغازی دامانی وطن با تو پیوست آغازی من و انجام من قطره آبی تو بهتر باشد از آب حیات خاک و خاشاکی تو باشد سرمه چشمان من صابر جان اکوی اصلا متاسیکی که اندازه انا نمیگو انا نمیگی واشنگتن کی دیدی بچه‌ها چی میگه السلام علیکم بینندگان عزیز گرامی و مخلصان ما امروز ما الان به قلعه بلدی که شما ببینید ما بعد به قلعه ببرایم و منظره های زیبای دهه موغیان را برای شما اکوی جان در یوتیوب بپرتوید و شما دیده لذت برید احسن با اکوی جان سلامت باشید دستتان درد نبینه شما زبانتان برو باشد کانالتان پیش رود بینندگان عزیز حالا این آب خوب است ما این آب را حالا بچشیم نامش آبی تخم است می این برای چی اکا نامی تخم آب است نامی تخم مازه تون دار ها مازه تخم دارد تو بریم مازه تخم آبجوش باشد یا بریان کردگی کدام است هردش پوری چهار دوست ادمنستراتور کنه چوکر است
برای چی؟ واقعا همین راسته. آدم تا ولی من باور نکردم. این حقیقتا رابط خدا. راسته؟ اونش اون که مرغ بگذار که اگه نباشد ما بیدم. نه نه. خب من درست میگه. بوی تو؟ سال داره بوی تو. حقانی بوی تو. نه پورید داماد. فایده شده. ای یک بکر پول کنم. باور کنید بوی تو. زیاد بوی کنید. بوی نکنه. پورید. بوی دوری تو. داره. آها. بوی تو بخیر. چی فاید دارد؟ فایده نرمانه. با تو بخور نکنم که ریزی همینجا. ما چیزی که بیرون کنم پورید داد. شما دکی قشی شده. ما فقط امور گریخته آمده اینجا تخمه بخورده. خدا را نگه. باور کنید شوخی از بازی در کوی موغیون از دهه موغیون نمیدونم تقریبا 3-4 کیلومتر بالاتر گفتن که چشمه تخم هست. برای من جالب تا خودم رو داشتم نخندیدم. بازم ببینم در حقیقت مزه تخم آبجوش کردگی داشته است. اما تخمی که آبجوش میکنه بکنه چی خیلی که بو دارد این همه خیلی بو دارد. یه حقونی فایده دارد خورم و خیلی خب نمورم میره ما برنده. شوخی نکرد راست میشه مرد همه خلق مرد. ها گفت دارم. انا اخیرا کامله کشد برفتم بود. این سرخک میشد انا که سرخک شد منه روی تخمه برودوزی روی تخمه اول اکیر چقه ها؟ اینجا یکان تا چشمی گوش بریان اسمی رفته خوره تمام چه عموما در حقیقت بوی تخمه داره رفته چیست بوی تخم دهان دارم میگم تخم آبیش دیگه پورید ما هم بالا کنیم. هم بود هم گرفتی کامره نکنیم. قاعده یک کاسه نگرفتم بردم نان ترکره میخوردم یک کاسه آب میگرفتم بردم نان ترکره میخوردم سر میشده خوب بریام ده